آسمان ها و زمین و آنچه که بین آنهاست ملک الله عز و جل است. بسم الله، ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی دارای سلطنت آسمان ها و زمین است، چگونه که خود در محکم آیاتش می‌فرماید: استعیذ بالله، لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء و یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. از آن الله است فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه که در میان آنهاست و هر چی بخواهد می آفریند و به هر کی بخواهد تنها دختر می بخشد و به هر کی بخواهد تنها پسر می بخشد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. و یا هم پسر بدهد و هم دختر و هر کی را بخواهد عمیق یعنی نازا میگرداند. البته او دانا و تواناست در آفرینش مخلوقاتش و چیزی از آفرینش مخلوقاتش او را ناتوان کرده نمیتواند. الله سبحانه و تعالی فرمود: ولله ملک السماوات والارض. صراحتا در اینجا بیان کرد که از آن الله است تمام ملک آسمان ها و زمین. در آیه ها خیلی زیاد این بیان شده است در قرآن کریم که آسمان ها و زمین و آنچه که در بین اینهاست ملک الله سبحانه و تعالی است. هر چی که بخواهد در این ملکش انجام میدهد. سپس الله سبحانه و تعالی فرمود: یخلق ما یشاء. هر چی که بخواهد می آفریند و هر چی که بخواهد پیدا میکند و چیزی وی را عاجز نمیماند. یهب لمن یشاء اناثا. الله سبحانه و تعالی از برای هر کسی بخواهد فرزند دختر میدهد و یهب لمن یشاء ذکورا. و از برای هر کسی که بخواهد الله سبحانه و تعالی پسر میدهد. او یزوجهم، یا الله سبحانه و تعالی برای آنها دو جنس میدهد، دو فرزند میدهد، هم پسر هم دختر. و یجعل من یشاء عقیما. هر کسی را که الله بخواهد فرزند نمیدهد، یعنی او را عقیم قرار میدهد. الله سبحانه و تعالی در این آیات مردم را بر 4 قسم تقسیم نمود به نسبت فرزندداری آنها. قسم اول که فقط آنها دختر به دنیا می آورند و دوم فقط پسر و سوم باشد هم دختر هم پسر به دنیا می آورند و چهارم باشد بر آنها الله سبحانه و تعالی چیزی نمیدهد، یعنی آنها چیزی فرزنده هم ندارند. انه علیم قدیر. الله سبحانه و تعالی داناست و بسیار قدرتمند است بر همه چیز همه کس و چیزی او را عاجز نمیماند. هر چی که در بین آسمان ها و زمین است در نزد الله سبحانه و تعالی یک ذره عاجز نیست. در اینجا الله سبحانه و تعالی فرمود: یخلق ما یشاء. هر چی که بخواهد خلق میکند. ما در زبان عرب این دلالت بر غیر عاقل میکند، بر غیر عاقل. پس چرا الله سبحانه و تعالی در اینجا کلمه ما را استفاده برد؟ چون بیشتری از مخلوقات الله سبحانه و تعالی غیر عاقل است و این صحیح درست است. جسم هستند که غیر عاقل هستند، مخلوق هستند غیر عاقل هستند. حتی صفات های انسان بعضی از صفات انسان غیر عاقل است. بیشتر از صفات های انسان غیر عاقل است اصلا. از همین ما میفهمیم سیری تعبیر قول الله سبحانه و تعالی که میفرماید: فانکحوا ما طاب لكم من النساء. نکاح کنید آنچه که خوش آمد از شمایان را از زنها. پس ما گفت. بگیم که چون یک بیان کردیم غیر عاقل ذکر کرد. مقصود خود همون زن نیست بلکه صفات های آن همون زن هست.
چون که پیامبر در حدیث فرمود تنکح المرأة لأربعین، زن از برای 4 چیز نکاح کرده میشود: لماله، از برای مالش، و حسبه، از برای منصبش، و جماله، از برای زیباییش، و دینه، از برای دینداریش. پس از این برمیاد که چیز؟ پس زن از 4 چیز، به خاطر 4 چیز نکاح کرده می شود. پس شامل می شود از برای عاقل و از برای غیر عاقل، از برای صفت آنها، بیان کردن صفت آنها. در دوم الله فرمود له ملک السماوات والارض، یعنی که ملک آسمان ها و زمین از الله سبحانه و تعالی است. یعنی کسی و چیز شریک او شده نمیتواند، شریک در این آسمان ها و زمین ندارد و کمک کننده ندارد. خود الله سبحانه و تعالی در این ملک آسمان ها و زمین مستقل است، نیازی بر کسی و چیزی ندارد. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. الله هر کسی را بخواهد دختر میدهد و هر کسی را بخواهد پسر میدهد. در اینجا الله سبحانه و تعالی اول بگیم که زن رو ذکر کرد، دختر رو ذکر کرد. چرا پسر رو ذکر نکرد؟ چون در بیشتر نفس مردم این طلبات چیست؟ پسر است. پسر رو از دختر بالا میشمارن. بعضی از انسان ها دختر رو مکروه میشمارن، بد میشمارن، دوست نمیدارن، چون یک در زمان جاهلیت بود. حاضر این چیزا پیدا است. علما فرمودن که در اینجا پیش کردن دختر اشاره بر این است که الله سبحانه و تعالی ملک آسمان ها و زمین از برای الله سبحانه و تعالی است. الله چیز را خلق نمیکند بر رغبت انسان، بلکه هر چیزی که خود بخواهد و آن را برای بنده‌اش خوب بداند، آن را برای او عطا میکند و میآفرد. این سرش است، فهم کلام الله سبحانه و تعالی است. این آسان گفت و تا اینکه همگی بفهمند که امر در دست انسان نیست و این مادری که فرزند را به دنیا می آورد نه در دست خود مادر است، نه در دست خود پدر است، در دست کسی نیست و این الله سبحانه و تعالی است که برای انسان این فرزند را عطا کرد. پس این 4 اصنافی که الله سبحانه و تعالی در این آیه ذکر کرد، کسی را الله بخواهد دختر میدهد و پسر میدهد و کسی را بخواهد هر دختر و هم پسر میدهد و هر کسی را که بخواهد چیزی نمیدهد. این حق است و درست است. این تقسیم بندی که الله سبحانه و تعالی بر ما بیان کرد این واقعیت داره، کسی این را چیز انکار کرده هم نمیتواند. در آخر آیه چی فرمود؟ انه علیم قدیر. تأکید کرد یعنی الله سبحانه و تعالی داناست و قادر توانا است و ای خالق است. هر چی که بخواهد، هر گناهی که بخواهد با وصف و با صفتش خلق میکند. از همین 4 قسم علیم است که میدونه که حال انسان هم برای انسان چی خوب است، چی نیکو است، در حاضر در آینده اش برای او این را عطا میکند. الله سبحانه و تعالی میدوند که برای این انسان دختر نیکو است، برای این انسان پسر نیکو است، برای این انسان هم دختر و هم پسر نیکو است و برای این انسان فرزند برایش نیکو نیست، خوب نیست. الله قادر است، قدیرون، یعنی صاحب قدرت است، صاحب عظمت است. پس الله سبحانه و تعالی قوی است و انسان باشد ضعیف است. الله سبحانه و تعالی قادر است، قدیر است و انسان باشد عاجز است. چون که الله میفرماید الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الله آن پروردگار است که شما را خلق کرده حالا که شما ضعیف بدین، سپس شما را قوی گرداند، بر شما نیرو داد. و الله سبحانه و تعالی قدیر است. الله میفرماید وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. از برای الله سبحانه و تعالی چیزی نبود که او را عاجز بماند، چی در آسمان ها و زمین باشد. هر چی که در آسمان ها و زمین است الله را عاجز قرار نمیدهد و الله بسیار علیم و قادر است. و از این آیه کریمه برمیآید که الله سبحانه و تعالی تمام ملک از آن اوست، یعنی عموم ملک از برای الله سبحانه و تعالی است و عموم خلق از برای الله سبحانه و تعالی است. دوم اثبات مشیت الله سبحانه و تعالی، اثبات مشیت و اراده او سبحانه و تعالی. یخلق ما یشاء، هر چی که بخواهد خلق میکند، و یهب لمن یشاء، و از برای هر کسی که بخواهد میدهد. و عموم علم الله سبحانه و تعالی و قدرت او. انه علیم قدیر. الله سبحانه و تعالی به درستی که علیم است، عالم است و قدیر است، قادر است.
اثبات دو اسم از اسمهای الله سبحانه و تعالی که میفرماید علیم قدیر. الله علیم است و قدیر است. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه.